همه شما دوستان محترم، مخلصان و هواداران گشتین اجدادی گشتینگیری، در عرفه جشن با شکوهی روز زبان دولتی بار نخست در مملکت مسابقه ورزشی آید به گشتینگیری بین کلوب‌های ورزشی تاجیکستان برپا می‌گردد که 16 کلوب ورزشی منطقه‌های گوناگون جمهوری امروز برای 200,000 سامانی تلاش‌های جالب کرده ایستادند. همه شما را به عید متنطن گشتینگیری خیر مقدم میگوییم. مهمانان عالی قدر، ورزشگران، حاضرین گرامی، با کمال احترام و صمیمیت همه شما ورزشگران و مهمانان گرامی را که از شهر و نواحی مملکت به پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه جهت اشتراک در مسابقه ورزشی گشتینگیری بین کلوب‌های ورزشی تشریف آوردید خیر مقدم میگویم. با خوشنودی قید می‌نمایم که سال گذشته بار نخست در تاریخ ورزش تاجیک چمپیونات جهان آید به گشتینگیری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه و با اشتراک خاصه پیشوای اعظم ملت و رئیس شهر دوشنبه برگزار گردید که این چهاربینی سطح جهانی با جلب بیش از 800 ورزشگر و مهمانان از 65 کشور عالم گشتینگیری را به زینه‌های نو و رشد و اعتراف بین المللی رساند. گشتینگیری ملی گشتین تاجیکی با تاریخ بیش از 5000 ساله خود نه تنها یک نمود ورزش بلکه آیین تاریخ پرغناوت، شجاعت و متانت و فرهنگ عالمگیر ملت تاجیک محسوب می‌یابد. مطمئنم که چهاربینی امروزه با فضای دوستانه، رقابت سالم و نمونه عالی مدنیت ورزشی در تحکیم روابط دوستی میان جوانان و معرفی شایسته فرهنگ ورزش ملی ما با نقش ارزنده می‌گذارد. در فرجام از نام کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام کمیته ملی المپی تاجیکستان منتداری صمیمی خویش را به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به خصوص به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان بیگ جانزاده لایق برای دستگیری و تشکیل چنین مسابقه سطح بلند اظهار سپاس می‌نمایم. همزمان غایبان و جایزه‌داران با مکافات‌های ارزشمند قدردانی خواهند شد که این نیز عامل مهم و رشد من بعده ورزش خواهد بود. آرزومندم که ورزشگران ما با اراده متین و تلاش پیوسته پرچم تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی همیشه بلند بردارند. همیشه سربلند و سعادتمند، مظفر و پیروز باشید. ورزشگران دلیر و وطن دوست سلامت باشید. و کلوب ورزشی پروین صابروف که در مرحله نیمه نهایی اولین مسابقه ورزشی آید به گشتینگیری قرار دارند، سعادت و کامگاری آرزومندیم.